شما ببینید این آقا که در طرف چپ از می پرده هست، این پایین میبینین که ویدیوگرافر هست، ویدیو میگیره. خوب سعی کنین توجه کنین. این جاوید نام داره. جاوید ما رایی کردیم در جنت به خاطر از که یک کنجکاوی است که در اون دنیا برای زنها چی هسته. یک تعداد دشمنای اسلام تبلیغات دارن که در اون دنیا هم زنای چیز ندارن، اما تو که در این دنیا چیز ندارن، در اون دنیا هم چیز ندارن. میخواین خواهرای مسلمان ما را از راه بیرون کنن، این بیچارگکار از این دین سر این دین مشکوک بسازن. خود جاوید جان به یک رقم تانست که تیر شوه و بره در جنت. از اوجه یک ویدیوی بسیار خوب با ما و شما روی کرد. گفت که مردا خب بسیار ساعتشان تیره، هور است و غلمان است و حلوا است و لیتی است، این کاچی است و شرابای رقم است، این بسیار ساعتشان تیره. اما زنها متو نیست که هیچ پروگرام نداشته باشن. امی صبح که چای میخورن یا میارن در یک میدانی 23 ساعت دیگه اینا اینی پروگرامشون است. حتی نیست که زنها هیچ چیز نداشتن، یا پروگرام خاکبازی دارن، دمی سر خود خاک مندازن که چی بده کنیم که ما در این دین رفتیم. در اون دنیا هم چیز نداشتیم، در این دنیا هم خاکبازی 23 ساعت. بسیار ساعتشان تیره. سعی کنین اونو یک خانم در اونجا سیمی نمر هسته، اونو که زیاد خاک مندازه او سیمی نمره. اینی دیگهش که هستم او یک دخترک بود که در استرالیا که روز 33 قلولا میخوان، قلولا لولولولو، ای اونو هسته. یاد اونموش از صبح تا شام 23 ساعت دمی سر خود خاک مندازن که چرا ما قدر ساده بودیم، چرا ما یک دفعه فکر نکردیم که مو دنیای ما خراب کردیم، این دنیا اینا جز خاک بازی هیچ چیز دیگه به ما نبود.